یه دختر کجاشی خب بجم بیو خمیسته متر نگاه کارم موی سرما شونه درموز بسته خب هم یه سر شونو میکنه همین روز که هم خیلی کشید بیا موی سرما شونه میکنم برای موی سر مگون شعر بخون درباره موی سریت شعر بخونم مایلش گه در لقمه دستم گه در کاسه شورباست گه در بین نان و چای عزیزم موی تو پیداست شوخی نمیشوه شوخی رمان تو؟ ما مثل میجی نگاه کرده تست بخی بیا گوش که مرا سعدی نمی همه میدونه همه همسویا میدونه همه خش تبار میدونه که خمون میگردیم با حالی خمون میخندن اسم میریم اسم میویم خمون توی نمیکنیم با خمون کیده در کاره اپا ترس هونیم بچه هم ترسم داری ای همیسا بی ترسد مرغا تا فقط بو میکنی خیلی حوزی میبینیم چند قش دون کدنی مرغتا راستی گب نمیه ای هل کو اپا یا 4-5 روز پیش برو آمدگی بود حاضر نیفتم شا نیفت شا؟ نه این مرغتا دیری بعد میاوی ولی زیغ نشه بچم کاره میکنم که در مرغتا میاوی اما اپا ما هم فکر داریم که همین در آبی پیش ما اومدیم اخی انا که گوش که بچم اینم بانکای اووا دیدستی؟ اینم بانکای اووا حوزی میگنی میبری خونتون 21 چهارشنبه در خونتون میمونی اینم میوه ها 22 چهارشنبه کتی خونگیاتون میخری میخزی اخفه مرغ بشی مرغ تا میکوی با گاب نیست اپا جان گاب نیست ما این اخه اپا جان این که بگی سفیدی تو باقی کمی کدگر بو میورم مایل رحمت اپا همی آدم که به عقل شید پیشی فولبین میوید داری دستاتسم 10 تا مرغ میخری بیا با نوبت که بیا بودرا بیا السلام علیکم سلام علیکم نازی اپا سوزه تینجه باور که همین آوازهای شما توکیل کجا رفته ما مایره دور آمده بسیار تعریف کردن که همین فولبین زور ایده همی اپا خیر که بچه هم بگو که چی درد دل داری درد دلی ما همه که اپا جان همین یک گاو داشتیم 4 روز شد که گم شده نیست نیومده همین از هر پودر روی کردیم دیگه نیومد ای که بکو تیپا به تیپا کفته گشتیم کوچه به کوچه نیفتیم ما همین تعریف شما رو فهمیدیم گفتن همین اپام بسیار فولبین زورای همین در رو میوه برای همون پیش ما اومدیم اینا هازی بچه هم یک کاره میکنم که گاو تا میوی هازی رحمت اپا رحمت ما اینه ایره بگی؟ ایره چکو کنم اپا؟ ایره بر در شاخی گاوی گمشیدگید بمان گاو تا میوی چی میخندین؟ من راست گفتستم کشی دروغ میگی سرخ نمیشه بایه ای آدم ما گفتستم نه فتلوی اینه مفهمش نوسیش فتلوی کنترلور کوای برق که 12 ولزادش مرد ای توبه کردم 12 ای سونا جان 12 ولت فنری که گیرول میکنه ای بچه میگم کنم 12 ولزادش مرد چه خیلی زد مرد اونم اکامولاتور 12 ولت بالای سرش غلطی ای سعدی اکاسی نه همی دو میخمون چنه تجا باشه 25 زندگی میکنی نمیدونی 25 ایام بالای کریشا بغلطی تو زمینه چند روز نمیرسی یا 3-4 روز میرسیده ممکن ها 3-4 روز ده ای با میمری ای دختر همین 3-4 روز خود نخری کنش نمیمری مرده او مرده او امروز هم تخمه موندگی من چوجا نکده کو بچه نه امروز هم نبرو ورده این همی سعدی اونی ویچه که هم پروفسور گفته بود خی زنک همون گفته بود که همی تخمی تای پای مرغ باید در 20-21 روز چوجا برو را او با چی برم امرو راگنه من نمیدونم اخی چی باید کرد میگو مردک یک بار زنگش نمیزنی زنگش بزنم یا بکو زنگ بزنم بپرسش ماله بو پای کورچه ما زنگش بزنم ماله سلام علیکم سعدی اونی ویچه اکا یک خونه ما میوین ما کم تر کار دارم میشه که دیرتر بیام
مایلی سلام علیکم پروفسور سازه سلامتی خوب همان نظر شما نظر سازه رحمت تینجای خاک تینجای همین شما گفته که 20-21 روز ده همون تخم باید چوجهش برورا این اما 3 ماه نگاه دارم چوجه نبرآورده هم تخم موندگی نه نمیرم امروز ببینم که مایلی تو کالو داره نداری آدم اصال میکنه شما نفهمیدم اکا برای چی؟ آخه چی گپای؟ آخه شما تخم دوشاندگی ماندن کو؟ زنک! کپی دامینه نگاه کن اینا سبزک لبی جو یاره کی سبزک لبی جو تو تر نشم سه برگه های لبی جو دیدی ادریس جو اینا بلوی مردکی خوب برای چی من سر بدادم تو گاب زدی می؟ این گاب زد مردکی خوب برا آزاد نما بیا مانی ماهی بیا مان من باوری ندارم افسانه خواهشت را اجرا میکنم گویا کی گویا همه افسانه وای 3 شرط ها؟ نه بای دوره ها گذشت حاضر 1 تا 1 شرط حالت کی باشد من فرزندوی با من زمستان هم نیست همین میخوایم که گاز ارزان شود من باوری ندارم بیا ما نمین پرابلم ها تا اگه کارهای خودت گپ زن مردکی خوب کارکوی خودم کارکوی خودم اینه این ماهی عجایب ماهی بودایی حاضر ماهی ده نگاه کریستان حاضر من میکنم یک گیلاش هست می انا هوای زوجه من کمتر بزیر بکن خیلی ها رفته بینیم چی؟ شانتیم رفتیم یا با بینیم که زنک جایی ده دیگه کنه چقدر زور ماهی میخوره گپ نزن تمام این یک بار توی باید بیند ما بینم چو بینم یا با گوش خب که آخر از اینجا ماهی جان انا دیدی اکو سر کن آخی غزه چانسم کنم چی؟